سلام به روی ماهتون. به کانال یوتیوب شری ولنس خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه و خوشحالم و ازتون ممنونم که توی یک ویدیوی مفید و عالی دیگه همراه من هستید. ویدیوی امروز رو همونطور که از کاورش دیدید در مورد یه موضوع خیلی مهم هست. در واقع چرا همیشه احساس خستگی میکنیم و چرا همیشه درگیر هستیم با این پروسه لاغر شدن. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید که تو کل ویدیو مطالب خیلی مهمی گفته میشه. با هم دیگه اول میپردازیم به دو مورد خیلی مهم، یکی خواب و یکی ورزش، که این دوتا مورد منتهی میشه به اینکه احساس خستگی نکنیم و به راحتی لاغر بشیم. قبل از اینکه بریم به مطلب اصلی بپردازیم، حتما لطف کنید اگه به تازگی با کانال یوتیوب شری ولنس آشنا شدین حتما سابسکرایب کنید، زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنید. ویدیو رو اگر تا آخر دیدین دوست داشتین لایک یادتون نره و نظر خاصی دارید حتما اون پایین برای ما کامنت بذارید و یادتون نره که کانال یوتیوب شری ولنس و پیج اینستاگرام شری دنس فیت رو هم به بقیه معرفی کنید تا زندگی سالمتر و شادتر و بهتری داشته باشن. خب میپردازیم به دو مطلب اصلی که بهتون گفتم، خواب و ورزش. از چه نوع ورزش بهتون میگم. اول به خواب میپردازیم. اونم این که خیلی ساده و خیلی سریع میرم سر اصل مطلب که اگر شما خواب خوب و با کیفیتی نداشته باشید، خواب خوب و با کیفیت هم از لحاظ زمان، اندازه خواب و هم از لحاظ کیفیت خواب، یعنی یک سری ممکنه که خیلی طولانی بخوابن، 10 ساعت 11 ساعت تو تخت باشن اما خوابشون کیفیت خوبی نداشته باشه. یک سری هم ممکنه خوابشون کیفیت خوبی داشته باشه ولی کم بخوابن، مثلا 4-5 ساعت. هر دوی اینها باعث میشه که بدن شما نسبت به انسولین مقاوم بشه و در نتیجه نتونه گلوکوز رو، ساختارش رو، گلوکوزی که توی بدن هست، قندی که توی بدن هست رو، ساختارش رو بشکنه و در نتیجه 40% افزایش میده این شانس رو که اون قند گلوکوز تبدیل بشه به چربی. چون در واقع اون گلوکوزی که توی بدن هست رو ما به دو منظور مصرف میکنیم. یکی این که اون گلوکوز میاد برای به ما انرژی میده، در واقع انرژی، اون میزان انرژی که باید مصرف کنیم برای اعمال حیاتی و غیر حیاتی، انرژی رو از گلوکوز میگیریم و مازادش رو میاد تبدیل میکنه به چربی. حالا مایی که خواب خوب نداریم و بدن نسبت به انسولین مقاوم میشه، اینسولین رزیستنت میشه، میاد اون میزان گلوکوز رو 40% بیشتر تبدیل به چربی میکنه و خواب بد میزان متابولیسم بدن ما رو میاره پایین. یعنی کسایی که خوابشون بده، متابولیسم بدنشون پایینه، بدنشون تنبله و به راحتی چاق میشن یا به سختی لاغر میشن. خب حالا دقت کنید، کسایی که خواب خوبی دارن پس در نتیجه 40% کمتر در معرض چاقی هستن. دقیقا میشه برعکس. خب ببینید، بدن کسایی که خواب خوب دارن و ورزش میکنن چه اتفاقی میفته. اما حالا اینجا بریم یه مطلب کوچیک در مورد ورزش بگم. چه نوعی ورزش؟ اینجا هدف ما هر نوعی از ورزش نیست و هدف ما ورزش های قدرتی و ورزش هایی با شدت بالا به صورت تناوبی هستن که بهشون میگیم High Intensity Interval Training، ورزش هایی که تو زمان کوتاه و با شدت بالا انجام میشن یا ورزش های قدرتی. این ورزش ها میان چه کار میکنن با بدن؟ میزان توده عضلانی بدون چربی رو، یعنی لین ماسل مس رو بالا میبرن. خب لین ماسل مس میره بالا، میزان اون در واقع توده عضلانی بدون چربی از طریق ورزش های قدرتی و ورزش های با شدت بالا به صورت تناوبی. یعنی زمانش طولانی نیست این ورزش ها ولی شدتش بالاست. خب اینها میان در واقع میزان عضله رو بالا میبرن. چه نوع عضله‌ای؟ عضله با کیفیت خوب، عضله‌ای که قوی هست. پس هدف ما هر نوع عضله‌ای نیست، عضله‌ای که قوی هست هدف ما هست.
عضله قوی چه فرقی میکنه؟ ببینید ما ممکنه دو نوع عضله داریم. یه آدمی ممکنه عضلانی باشه ولی عضله‌هاش خیلی قوی نباشن. ورزش‌هایی مثل یوگا و پیلاتس اینجور عضله‌ها رو به شما میده. بنابراین در کنار من خودم هر دو رو انجام میدم. مربی پیلاتس هم هستم. در کنار همه مزایایی که برای شما داره، این نوع ورزش ها مثل یوگا، مثل پیلاتس هیچ وقت نمیان برای بالا بردن لین ماسل ماس، توده عضلانی بدون چربی، با اون هدف انجام نمیشن و نمیاد در واقع شیپ و اون شکل بدن شما رو تغییر بده. بنابراین ما خیلی مربیای عالی یوگا داریم، بی‌نظیرن تو حرفه خودشون، ولی ممکنه اون بدنی که مد نظر شما یا من باشه از نظر چربی پایین خوش فرم رو نداشته باشه. ممکنه بدنش رو حتی یه مقداری چربی اضافه هم داشته باشه. بنابراین هدف من این ورزش ها نیست، ورزش های قدرتی و ورزش های با شدت بالا هست که میاد عضلات شما رو قوی میکنه. یعنی عضله قوی عضله هست که میزان چربی کمی داره و کیفیت بالایی داره. این نوع عضله ها این در واقع چه کار میکنه؟ میاد در واقع گلوکوز داخل بدن ما رو تبدیل به گلایکوژن میکنه. گلایکوژن چیه؟ گلایکوژن در واقع اون گلوکوزیه که ذخیره میشه توی عضله، توی مغز، توی ریه و به محض اینکه بدن احتیاج به در واقع انرژی کربوهیدراتی داره، بلافاصله خیلی سریع میاد تبدیل به انرژی میشه. گلوکوژن تبدیل به گلوکوز میشه و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. پس به جای اینکه بره اون گلوکوز 40% تبدیل به چربی بشه، میاد میشه تبدیل به گلیکوژن. زمانی که ما بهش احتیاج داریم برای ورزش یا برای فعالیت‌های روزمره، بلافاصله تبدیل به انرژی میشه و دیگه تبدیل به چربی نمیشه. پس تا الان فهمیدیم ما ورزش میکنیم که عضله رو بالا ببریم، میزان عضله بدن که بالا میره، متابولیسم بدن بالا میره. متابولیسم بدن که بالا میره، دیگه قند و گلوکوز تبدیل به چربی نمیشه، میاد تبدیل به گلایکوژن میشه و بلافاصله در اختیار بدن قرار میگیره. هر موقع احتیاج داریم برای تبدیل شدن به انرژی. خواب چرا مهمه؟ خواب مهمه چون اگه خواب خوبی نداشته باشیم، بدن نسبت به انسولین مقاوم میشه و اون وقت به جای اینکه بیاد گلوکوز رو تبدیل به انرژی کنه، تبدیل به گلیکوژن کنه، تبدیل به چربی میکنه. وقتی بدن از میزان عضله زیاد، لین ماسل ماس، از توده عضلانی بدون چربی برخوردار باشه، طول عمر و کیفیت زندگی ما بالا میره. حالا مطلب رو فراموش نکنید، همه ما یک روزی خواهیم زندگی رو ترک میکنیم. اما این که حالا اون زمانی که زنده هستیم چطور زندگی کنیم و با چه کیفیتی؟ زندگی خیلی سالم و پر انرژی یا یک زندگی که همیشه مریضیم، همیشه از کمبود انرژی رنج میبریم و همیشه درگیریم که به بدن دلخواهمون برسیم و هیچ وقت هم نمیرسیم؟ کدوم رو خودتون میخوایم؟ بنابراین با دونستن این اصل که همه ما یک روزی خواهیم مرد، اما چه کیفیت زندگی رو میخوایم، باید به این اصل برسیم که باید ورزش کنیم، باید استراحت و خواب خوب داشته باشیم. همه اینها در کنار تغذیه سالم. خیلی امروز به مطلب تغذیه نمیپردازیم چون ورزش و خواب خیلی خیلی مهم هستن. قطعا در کنارش تغذیه هم مهمه، ولی موضوع اینه که اگر اون رو خیلی بهش بپردازیم، تغذیه رو، بهترین رژیم های غذایی رو تو طول عمر ما امتحان میکنیم از سالم، غیر سالم، و هیچ وقت به هدفمون نمیرسیم چون این دوتا رو نداریم. بنابراین این دوتا رو میگم چون کسی که میاد ورزش میکنه انقدر از نظر ذهنی دیسیپلین داره که ورزش رو همیشه، این نوع ورزشی که بهتون گفتم، تو زندگیش داشته باشه، در کنار خواب عالی و خوب حتما میره به تغذیه‌اش هم میپردازه. خب گفتم که پس ما برای این که بخوایم طول عمر رو زندگی با کیفیتی هم داشته باشیم، بدن احتیاج به عضله زیاد داره. حالا اینکه این در واقع چطور ما احساس خستگی نکنیم، چطور مربوط میشه رو اینجا بهتون یه مطلب دیگه ای رو هم میگم که باز کامل کنه. 40 تا 50% بدن ما عضله است که عضله شامل میتوکندریا، مایتوکندریا هم هستش. در واقع میتوکندری بهش میگن نیروگاه سلول که چه کار میکنه؟ اون انرژی که وارد میشه از مواد غذایی وارد بدن میشه رو
حالا میاد تبدیل میکنه به انرژی مورد نیاز سلول که اگر این میتوکندری در واقع باز هم زیاد نباشه، کم باشه، که خواب ناکافی در واقع میاد آسیب میزنه به میتوکندری و میزانش رو کم میکنه یا خیلی ضعیفش میکنه و با خواب خوب و کافی در واقع ما هم میتوکندری زیادتری داریم، هم با کیفیت تر، در نتیجه انرژی غذایی که وارد شده بهتر به انرژی تبدیل میشه و ما دارای انرژی هستیم، خسته نیستیم. حالا میگه چطور ما میتوکندری سالمتر و بیشتری داشته باشیم. یه ضرب المثلی داریم توی ایران زبان فارسی که میگیم خواب میاره، یعنی هرچی بیشتر بخوابی هی بیشتر میخوای بخوابی، هی بیشتر خسته، هی بیشتر خوابت میاد. حالا برعکسش هم هست، انرژی میاره، یعنی شما هرچی فعالتر باشی پس کمتر خسته ای، اون انرژی بیشتره. اگر شما نشستی منتظر یک روزی که بگی امروز آمادم که برم بهترین ورزش داشته باشم، خیلی انرژی دارم، بله اتفاق ممکنه بیفته ولی بیشتر اوقات هم اتفاق نمیفته. یعنی آدمی که دیسیپلین داره در حین خستگی میره و ورزش میکنه و معجزه رو میبینه. هیچ دارو و معجزه‌ای غیر از ورزش وجود نداره، چون در واقع کسی که میره ورزش میکنه معجزش رو میبینه. من خسته بودم قبل از ورزش، الان بعد ورزش چرا اینقدر عالیه حالم. حالا این وسط که داریم در مورد خواب و ورزش و میتوکندری میگم، یک بارونی داره بیرون میاد که حالا ایشالله صدای بارون خیلی در واقع تمرکز رو ازتون نگیره. یک بارون و طوفانی هست که نگم براتون. خب برگردیم به مطلب اصلی. داشتیم در مورد میتوکندری میگفتیم که ورزش انرژی میاره، هر چقدر شما فعالتر باشی انرژی بیشتری داری و همین فعالیت میاد باعث میشه که شما میتوکندری بیشتر و با کیفیت تری داشته باشی. خواب بد باعث میشه انسولین بره بالا، دوباره برمیگردیم مرور میکنیم. انسولین که میره بالا، حالا دیگه میتوکندری نمیاد خوب عمل بکنه، دیگه نمیتونه اون چربی رو بشکنه، یا اگر هم برسه به اگر در واقع ما انرژی و قند و چربی برسه بهش، دیگه توان شکستن رو نداره و به جای اینکه بیاد تبدیلش کنه به انرژی، چون توان شکستن رو نداره، کافی نیست برای شکستنش، بنابراین میاد و تبدیل میشه به چربی و ما چاق میشیم. امیدوارم که مطالب رو خیلی به زبان ساده گفتم، خیلی وارد نشدم به جزئیات که بتونیم متوجه بشین خواب، ورزش، همه اینها چطور میاد در واقع به ما کمک میکنه که با انرژی باشیم و به راحتی بتونیم به بدن دلخواهمون برسیم، چربی بدن رو پایین بیاریم. خواب کافی، لین ماسل مس، توده عضلانی کم چربی از طریق چه ورزش‌های قدرتی یا ورزش‌های تناوبی با شدت بالا، های اینتنسیتی اینتروال ترینینگ که بهش به مخففش میگن HIIT یا هیت ترینینگ. ورزش‌هایی هستن که تو زمان کوتاه‌تر انجام میشن ولی با شدت بالاتر، میزان عضله بدن رو خیلی بالا میبره، میزان چربی بدن رو خیلی پایین میاره و بسیار عالی است حتی برای عملکرد قلب و ریه. پس ورزش خوب، خواب عالی، میتوکندری بالا و زیاد و با کیفیت. حالا اینکه چطور ورزش کنیم، چند روز در هفته ورزش کنیم. شما باید ورزش رو مدام داشته باشید توی زندگیتون، هر روز داشته باشید. بنابراین کسایی که وقت کم دارن، به جای اینکه مثلا هفته یک روز ورزش کنن، 1 ساعت 1 ساعت و نیم یا 2 روز ورزش کنن، بهتره که روزانه ورزش کنین، 20 دقیقه، نیم ساعت و حتما ورزش قدرتی داشته باشین، مثل کار با وزنه مثلا، و در که 2 تا 3 روز در هفته ورزش قدرتی داشته باشین، 2 روز در هفته ورزش شدت بالا، های اینتنسیتی اینتروال ترینینگ، هیت ترینینگ، زمان کوتاه‌تر، شدت بالاتر، و روزهای دیگه هم میتونین فعال باشین. کلا ورزش‌های ملایم‌تری داشته باشید، برید برای یک پیاده روی، 2
حرکت های کششی، اینا خیلی مهمه. پس یادتون باشه که حتما حداقل 4 تا 5 روز در هفته 4 تا 5 روز در هفته رو شما باید قدرتی و اینتروال ترینینگ رو با هم دیگه داشته باشید. میتونید حالا 2 یا 3 روز باشه برای قدرتی، 2 یا 3 روز باشه برای هیت ترینینگ شدت بالا، بقیه‌اش هم یک فعالیت در واقع مثلا بیرون باشه، پیاده روی باشه، ملایمی باشه، یوگا باشه، پیلاتس باشه، هر جور که میخواید باشه، ولی باید روزانه داشته باشین تا نتیجه خوبش رو ببینید. یه مطلب دیگه یه آخر میگم که در نهایت میخوام وصلش کنم به ویدیوی بعدی که حالا بعدی شایدم چند تا بعدتر میخوام براتون بسازم که خیلی خیلی مهمه و مربوط هست به همین نتیجه گیری همین ویدیو. نکته مهم اینه که اگر شما داری بدون ورزش و با خواب بد وزنت رو پایین میبری، یعنی خوابت خوب نیست، ورزش هم نداری، اما وزنت داره میره پایین، این یعنی چی؟ یعنی 60% اون وزنی که داره میره پایین از توده عضلانی شما داره کاهش پیدا میکنه، اون وزن توده عضلانیتون داره پایین میره، لین ماسل ماس داره پایین میره و این دقیقاً چیزیه که شما نمیخواید. عضله بالا، متابولیسم بالا، عضله کم، متابولیسم پایین و اون کاهش وزن مقطعیه و شما بعد دوباره چاق میشید، حتی بیشتر از قبل. برای همینه کسایی که رژیم میگیرن هی بالا پایین میشن، لاغر میشه، خوشحال، دوباره چاق میشه بدون ورزش، بدون خواب خوب. یادتون باشه که خواب بد چی کار میکنه؟ متابولیسم شما رو هم میاره پایین. حتی برای کسایی که ورزش عالی هم میکنن، خوابشون اگر خوب نباشه اونها هم متابولیسمشون کم میشه، اونها هم اون درصدی که باید چربی از دست بدن پایین میاد. یعنی اگر قراره مثلا 4% چربیش پایین بیاد، 2% پایین میاد. چه برای کسایی که ورزش میکنن چه نمیکنن، خواب خوب خیلی مهمه. و مطلب آخر در خواب، هورمون تستوسترون، هورمون رشد، گروث هورمون و هورمون IGF-1 هورمونی هست که میاد به هورمون رشد کمک میکنه که میزان عضله و تراکم استخوانی بالا بره. این هورمون ها در خواب با کیفیت و عمیق ترشح میشن که اگر نداشته باشید نمیشن. هورمون رشد، هورمون تستوسترون، هورمون رشد و هورمون IGF-1 که میاد در واقع به هورمون رشد، گروث هورمون کمک میکنه برای رشد توده عضلانی و بالا بردن تراکم استخوانی. ویدیوی بعدی که میخوام براتون درست کنم در مورد گروث هورمون، هورمون رشد هست که بهش اکسیر جوانی، هورمون جوانی و هورمون ضد پیری گفته میشه که چقدر توی بدنمون مهمه، چه کارهایی باید انجام بده که این هورمون به خوبی توی بدن ترشح بشه. خب آسمون خدا داره میاد زمین با رعد و برقا و صداهایی که از خودش در میاد. خب اما ممنونم که توی این ویدیو همراه من بودی. ان شاءالله که براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که حتما سابسکرایب کنین، زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو بزنید و کانال ما رو به بقیه هم معرفی کنید. اگر دنبال پکیج های عالی رقص هستید، برنامه های ورزشی عالی زیر نظر خودم متناسب با شرایط شما از طریق پیج اینستاگرام شری دنس فیت با من تماس بگیرید و یادتون باشه که اگر ویدیوهای رقص من چه مال یوتیوب چه مال اینستاگرام رو و برنامه های ورزشی رو از غیر از پیج خودم و کانال خودم کسی بهتون داد بدون اجازه من هست و دزدی هست و هرگز باهاشون همکاری نکنید. خوشحالم که هستم، باهاتون هستم، بهترین اوقات رو دارم وقتی با شما دارم زمان رو میگذرونم. امیدوارم که انرژی بیشتری داشته باشم که این انرژی روز به روز بیشتر بشه از طریق ورزش و خواب خوب که بتونم بیشتر در خدمتتون باشم. حتما اگر موضوع خاصی هست که میخواین در موردش بدونید، موضوعی که من بتونم در واقع کمکتون کنم در رابطه با سلامتی ورزش رقص، حتما اون پایین کامنت بذارید. خیلی دوستتون دارم و توی یک ویدیوی دیگه همراهتونم و منتظرتون.